چخیم در موقع گردید فرمانده اموری مخفی بسیاری بود گردید اینو برای قرار قبول که فرمانده در موقع پوشیده استیز دارد این هم باشد که طلباتی مدل 273 قسمی دوی کودیس مروی جنایتی جمهوری تاجیکستان و معلومات شما ایمان موقع پوشیده سودی این چنین با تعینات اساسناک سود اوی و پرونده‌های جنایتی که شخصانی وسیع 16 نرسیدن و مقابل آزادی و دفع ناپذیری جنسی و جنایت‌های دیگر با مقصد پیشگیری فحش شدن معلومات جنبه‌های محرمانه شخصان اشتراکی فرمانده یا معلوماتی که شأن و اعتبار آنها را بحث می‌زند اینچنین در حالت‌هایی که آن را منفعت تامین امنیت اشتراکیان مرفوع و شاهدان یا خویشاوندان نزدیک آنها طلب می‌کند ممکن است دور بشود یعنی که سود در اساس عنوان توافق قرار قبول که محکمه فرمانده در مجلس پوشیده سودی گذارده شود بر ضمن با وجود این گفتن ممکن است که شما خبر دارید در مرافع سودی پوشیده باشد هم به طور استثنا خویش تبارون زید سید از جمله برادرش و فرزندش رو اجازه داده شد که در مرافع سودی پر اشتراک کنند علاوه بر این در مرافع سودی نماینده‌های وکالت‌های جمهوری تاجیکستان و به حقوق انسان در پر اشتراک کنند سپارشی میگویند نه ببخشید заказной در این باره نفهمیدم یعنی بسیاری ها میگویند که این پرونده سپارشی است سفارشی یا заказной چه خیلی که روسا میگن در تجربه سودی این خیلی مفهوم عموما وجود ندارد من نمیدونم این خیلی مفهومش عموما از کجا که سفارشی باشد این خیلی مفهوم عموما در تجربه کاری من دیده شده نیست و نیست برای چه؟ برای اینکه پرونده از جای مفهوم تفصیل شد برای بررسی ارسال میشد به سود در دوره طلبات قانون در محکمه سودی بررسی می‌نماید و وابسته به آن قرار می‌گیرد برای من التماس می‌کردم که این خیلی کلمه‌های بهوداری بزنید شما برای همه گریف سیکرت نیست کردید ولی تلویزیون تاجیکستان نشان داد اینش ما چه معنی داد میکنه یعنی گریف سیکرت نیست فقط برای اونایی که حقیقت می-نویسند یا برای چی مثلا همین نگویید برای چی تلویزیون تاجیکستان نمایش داد این سوال با کی شما اجازه وارد شدن خبرنگارای میتید شما چون قاضی ما نگذاشتن که درایم اما تلویزیون تاجیکستان شما مراجعه کردید به شما اول میدیدید که اونجا نزدیک شدن میموندن یا نه همین فهمونید برای چی تلویزیون تاجیکستان با کی با زید سعیدов داده نمیتونم در قادریم که نمودار واسه اکبر اومد احتمالا خواهش میکنم که همین طلباتی استفاده‌گری کرده که برای چی چوبش شما سوالت جواب بگیرید جواب شما تماش میکنن نمیکنن شما باید